پرونده‌ت هم رنگارنگ ماشاءالله. عزیزی جناب سروان، فقط ای تو با آدم مخروب پاک کنی جلو در همسایه جو کارک تو ماشین زاین ما آبرو اصلا تو مله خدا. تو اگه آبرو اتصا دمپایی تنه کدوم دمپایی متوجه نبودم جناب سروان. 48 جفت دمپایی جلو مسجد بردن بعد وقت کدوم دمپایی 48 جفت بخوای حساب بکنی ابو 96 تا دمپایی. به نظر شما متعنا ای تعداد امکان پذیره؟ برام سواله. دوربین سوپرمارکت بیرون موقع باز کردن لامپای مسجد چرا کامل گفتن این گونی هم توش 96 تا دمپایی. بله جواب سوال خودگه کار درسته. حالا جریان این لامپو چیه؟ کدوم لامپو؟ های لامپو جریان خاصی نیست، اتفاقا جریان برقش هم قطعم که جای دوری نرفتن. از قدیم شو گفتن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. 35 تا تقریبا. خواستیم بود ببریم فرادی. خب صبر کن جناب سروان، کلا 37 تا لامپ بشین اصلا همه شتا رو به تحویل دادم. لامپ بشین اصلا عشق از تاریکی. ساکم از زده نه؟ خجالت بکش جناب سروان، این گپو از شما بعیدن. همین مونده ساکم بزنیم. حالا شما پروندم در بیا ساکم بزنیم چه بود. مرد که خر منظورم ساک دستی ما پیرزن بدبخت زدن شاکید بودن. ساک این تفلک باری سنگینه، گفتم کمکی بکنم. هم تو ولد که آخرم داره. نه والله گفتم بوده بگیریدش شد چه ککفوش زشت. قاسمی نگه